و لبیک که میگوید پر از نفی شرک است. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پروردگار تو ما رو به حج بیا گفته دعوت کردیم و لبیک تو اومدیم. لبیک لا شریک لک، پروردگار تو شریک نداری. مردم از جا خیزن یا حیات النبی یا علی، چیزا شرک است. لبیکی که میگوید به موافقت نمیکنه، علی خصوص عیب است به شخص حاجی. لا الا ساز برگ امتان نفی به اثبات مرگ امتان. حضرت اقبال میگه کسی لا اله باید ولی الا الله اش نگوید مرگ لا الا ساز برگ امتان. لا الا سبب سبزش امت است. نفی به اثبات، کسی نفی کنه بودن خدا، معنای لا اله نیست خدای، تمام خداها را انکار میکنه. ثانی اثبات میکنه که غیر الله گفته، یگانه خدای الله. اگر همین نفی به اثبات نفی کنه تمام خدا را ولی الله را اثبات نکنید، مرگ امتان است. بنابراین شخص حاجی بسیار پرهیز وقتی بعد حج و در اسمای حج یعنی به پروردگار عالم شریک نبیارد، باید با تمام محبت به سوی آن دیار سفر کنند. حضرت مولانا بیتی دارند و جان شو ساکنی کعبه بیابان چند پیمایی چون نبود قرب روحانی چه سود از قطع منزلها. میگن با جان و دل و با محبت داخل کعبه شو و جان شو ساکنی کعبه، با محبت به این دیار مقدس مکه مدینه داخل شو. بیابان چند پیمایی چون چندین کشورها 7000 کیلومتر از این دیار مقدس کرده میروی، نخواد به محبت به آن خانه بری چون نبود قرب روحانی. اگر در دل تو محبت به این خانه نباشد چی سود از قطع منزل؟ برای چه منزلی خانه گرمت ترک کرده برای میبری؟ دوری از زن فرزند، دوری از همسر، دوری از جای خواب گرم، چه سفر میکنید اگر مادامی که محبت به این خانه نداشته باشید؟ بنابراین شخص حاجی با تمام اخلاص و محبت، با تمام سعی و کوشش این عبادت بزرگ را تأسیس کنند.